متاسفانه روزهای آخر در بین بلاگرهای تاجیک رقابت و بدبینی و چنان شور و غوغای برپا شده است که تصور کردنش برایم خیلی مشکل است. بر ضد همدیگر نوارهای جوابی ثبت کرده در آن بداخلاقی خود را برای همگان آشکار می کنند. اینها به گناهان کبیره به مثل غیبت، عیبجویی، شرمنده کردن و به آبروی مسلمان چنگ زدن و غیرت دست می زنند و باز هزاران مسلمان دیگر را به این گناهانشان شریک می سازند که در کامنتری های نوارهای اینها همه اینها را دیده می شود. خود این نوار پر از تحقیر و عیبجویی و شرمنده کنی و غیره است. نام نوار همچنین. از کامنتری های این نوارها نپرسید که چقدر بداخلاقی مردم مسلمان تاجیک در آنجا دیده می شود. پناه به خداوند. پیام من برای تمام بلاگرهای تاجیک است که این فتنه را برپا کرده اند. حال آنکه می توانستند این فتنه را در بین خودشان حل نمایند، نه به طریق نوارهای جوابی که باز هزاران مسلمان دیگر را در گناهانشان شریک می سازند. این برادران در نوارهای جوابیشان و نیز کامنتری نویسان چند گناه بزرگ را مرتکب شده اند که خطرناکترین آنها شرمنده کردن و به آبروی کسی چنگ زدن است. من نام کسی از آنها را در اینجا یاد نمی کنم، زیرا که نمی خواهم به عزت نفس کسی برسم، ولی به طور عموم برای آنها می گویم که اول عیبی او شد و عیبی من نشد، فلانی چی گفت و من چی گفتم را یکسو گذارید و این دو حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را خوب گوش اندازید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقتی مرا به معراج بردند از کنار مردمی گذشتم که ناخنهای از میس داشتند و با آن سر و روی و سینه خود را می خراشیدند. از جبرائیل علیه السلام پرسیدم که اینها کیستند؟ فرمود اینها کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم می خوردند، یعنی غیبت مردم می کردند و به آبرو و ناموس دیگران چنگ می زدند، یعنی به دنبال عیبهای مردم و به آبروی کردن آنها بودند. روایت ابو داود حدیث رقم 4878. و نیز در دیگر حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند خون و مال و آبروی هر فرد مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. روایت مسلم. برادران عزیز، شما بینگرید که در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آبروی یک فرد مسلمان را در برابر خونش قرار داده است. پس وقتی آبروی کسی را میریزی گویا خون او را میریزی و گناه ریزاندن خون مسلمان را به دوش میگیری. از هر یک شما مؤدبانه درخواست میکنم که به خاطر رضای الله این همه نوارهای جوابیتان را که در آن این همه گناهان را صادر کرده اید از صحیفه های اینترنتی نیست کنید. گناه ریزاندن آبرو که خیلی گناه بزرگ است، ولی آن را در معرض تماشا ماندن بدترین و زشتترین گناه به شمار می رود. خوب اندیشه کنید و عاقبت آن را خوب به یاد داشته باشید. و السلام علی من اتبع الهدى. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن، از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا، جرمی